سوال داریم. سلام خانم بشیری، ممنون. من ویدیوهای شما رو نگاه کردم اما هنوز برام سواله. هر زمان فرصت داشتید پاسخ بدید ممنون میشم، چون میدونم مشغله کم ندارید. مرسی از درک شما. هنوز من نمیدونم چه کاری باید انجام بدم و در این شغل افرادی رو جذب بیزینس کنیم. سوال رایجی هستیم بچه ها، همه میپرسن. ببینین کاری که ما توی این بیزینس انجام میدیم اینه که کار ما سوشال مدیا منیجینگ یا سوشال مدیا مارکتینگ هست. شرح شغلش شما هر کجا توی لینکدین برید نگاه بکنید براتون توضیح داده. کاملا مشخص هست که به هر حال یک سری پیج وجود داره روی سوشال مدیا. این پیج ها روی 7 پلتفرم اساسی سوشال مدیا هستن: گوگل، یوتیوب، فیسبوک، پینترست، لینکدین، تیک تاک، اینستاگرام و هر اون پلتفرمی که اضافه بشه در واقع ما کاورش میکنیم و اینها نیاز به مدیریت دارن. دیدین شما مثلا میرید تو پیج یه نفر 50,000 نفر فالوور داره، این پیج ادمین داره، اون شخصی که مثلا اومده محتوا تولید میکنه دیگه خودش از یه جایی به بعد فرصت این رو نداره که بیاد بشینه جواب مثلا 1000 نفر آدمو در روز بده و این کم کم تیم در واقع میبنده. حالا کاری که ما انجام میدیم میگه به جای اینکه بیایم از این روش سنتی استفاده کنیم، میایم از ابزار استفاده میکنیم. به جای اینکه بریم قبلا میرفتن در خونه ها رو میزدن مارکتینگ انجام میدادن، مثلا میگفتن ما یه همچین محصولی داریم، یه همچین سرویسی داریم، کمان که الان هم هست هنوز. بعدش اومدن گفتن روی رادیو تلویزیون ما یه تبلیغ پخش میکنیم و هزاران نفر در آن واحد میبیننش. کاری که ما انجام میدیم به جای اون روش سنتی میایم از روش مدرن استفاده میکنیم که ساختن ادورتایز هست و در واقع شیوه جدیدی از مارکتینگ. خب این به هر حال به آموزش احتیاج داره. مثل اینه که ما توی پزشکی میدونیم که مثلا کسی که پزشک میشه قرار بیمارا رو درمان کنه، ولی اینکه چجوری این کار انجام میده نیاز به مطالعه داره، نیاز به یاد گرفتن داره، آموزش میطلبه. فقط تنها چیزی که میتونم بهتون بگم پتانسیل درآمدش واقعا بالاست. یعنی شما بعد از 1-2 سال تجربه توی این کار به شیوهی که ما کار میکنیم حتی میتونید به راحتی اگر که دوست داشته باشید اپلای کنید برای جاب و بین 70 تا 120 تا در سال حقوقش جزء مشاغل پردرآمد کاناداست، به شرطی که توش تجربه داشته باشین. شما همین الان بخواید برین کالج ثبت نام بکنید 20,000 تا 15,000 تا 12,000 تا باید بپردازید. 1 سال فول تایم وقت بذارید، دیجیتال مارکتینگ یاد بگیرید، ولی انتری لول میایین وارد مارکت میشین. به انتری لول سالی 70-80 تا حقوق نمیپردازن، از سالی 35 تا شروع میشه توی اینجا. و کار ما البته شغل نیست، حقوق بگیری نیست، شما بیزینس خودتون رو در واقع اداره میکنید. سوال دومشون این هستش که چیزی رو روی پلتفرم ها و شبکه‌های اجتماعی تبلیغ میکنیم برای فروش. این هم سوال خیلی خوبیه، سوال رایج هست. ببینید ما قطعاً پروداکت و سرویس داریم. اون چیزی که خدمت تیم ماست یاد دادن همین دیجیتال مارکتینگ است که خب البته پروسه خودش رو داره. نمیگم کوتاه یا طولانیه، چون بستگی به شما، تایمی که میذارید، علاقه‌ای که دارید، پشتکاری که دارید، اون آتشی که به موفق شدن و پول در آوردن داره. مثل اینکه همه رستوران میزنن اما همه رستوران‌ها معروف نمیشن. همه کار خدمات بیوتی و ناخن و نمیدونم اینا انجام میدن اما همه معروف نمیشن. مطمئن باشید پشت اون معروفیت یک اعتبار و یک تعهد پنهانه که شما نمیبینینش و ما این کالا و خدمت رو پروموت نمی کنیم. ما خود نفس بیزینس و پول در آوردن آنلاین رو پروموت میکنیم که این روزها خودتون میبینید. شما یوتیوب رو که باز کنین میزنه 20 تا راه برای اینکه ماهی $10,000 از تو خونتون پول در بیارین از سوشال مدیا. بعد شما میرین ایده رو گوش میدین و میبینید خب عملی نیست، یا اگه بخواین عملیش کنین 2 سال باید دنبال مطالبش بدوین. و ما برای شما یک مجموعه آماده کردیم، حاضر و آماده، و شما فقط دوپلیکیتش میکنین. به خاطر همین میگیم فرانچایز. وقتی که آدم‌ها حاضرن، شما یه بیزینس رستوران همبرگر فروشی رو میتونین با مثلا 200 تا 250,000 دلار راه بندازین. چرا مردم میرن 1 میلیون میدن مکدونالد میخرن؟ به خاطر ولیو، به خاطر سیستم رو میخرن، همبرگر رو نمیخرن. و سوال سومشون این هست که بجز هزینه ثبت نام ما باید پولی بدیم برای سرمایه گذاری. هنوز برام شفاف نیست. بله،
ما به غیر از $149 که میدیم مبلغی برای سرمایه گذاری لازم داریم. مثل هر بیزینس دیگه واقعا $149 پولی نیستش که برای شما درآمد 5 رقمی در ماه جنریت کنه و بعد ما هممون خوشحال بیایم بگیم وای ببین چقدر مطلب یاد گرفتیم با همین $149 ثروتمند شدیم. نه، چنین چیزی نیست. این $149 که شما میپردازین مثل اپلیکیشن فی هستش که شما وقتی برای فامیلتون دعوتنامه میدین یه اپلیکیشن فی میپردازین. وقتی میخواین برین کالج رشته‌ای رو انتخاب کنین توش وارد بشین $150 اپلیکیشن فی میپردازین. چرا؟ چون شما میخواین به کالج بگین آقا من مصرم و تصمیم دارم که بیام و بیزینس کنم، من میخوام بیام این کورس رو بگذرونم. وقتی شما $149 رو میپردازید یعنی من همینجور محض وقت تلف کردن نیستش که اینجا دور میزنم، من واقعا جدیم و اون وقتی که شما استراتژیکال براتون ست میشه. و اگر قرار باشه من بیام برای تمام مخاطبام استراتژیکال بذارم، باور کنین که دیگه اصلا فریدمی وجود نداره. این آزادی که وعده‌اش میدیم دیگه وجود نداره. یعنی من از صبح فقط باید پاشم 20 تا 30 تا 50 تا استراتژیکال داشته باشم. خب استراتژیکال به کی تعلق میگیره؟ به اونی که جدیه و میخواد که این کار رو انجام بده. کما اینکه ما در واقع این دوره 30 روزه رو گذاشتیم برای چی؟ برای اینکه به اون کسی که جدیه به سوالاتش جواب بدیم، با خیال راحت سوالاتش رو بپرسه، پلن رو ببینه، اگه دوست داشت بمونه، اگر دوست نداشت پولش رو پس بگیره. واقعا شما اگر که باشین یه رستورانی باز بشه تو این شهر، به شما بگه آقا بیا غذا رو بخور، اگر دوست داشتی پولش رو بده، دوست نداشتی برو، و شما نمیرین غذاشو امتحان کنی، نمیرید امتحانش کنید. اگه واقعا یک چنین رستورانی باز بشه و نرید امتحانش بکنید، من به شما پیشنهاد میکنم که این دوره ترایلم نیایید و اصلا چک اوت نکنید. و گزینه بعدی که یه سوالی پرسیده بودن که افرادی رو باید جذب بیزینس کنیم. ببینید ما دنبال رکروتینگ نیستیم، ما کارمون رکروت کردن آدم ها نیست. ما نیستش که مثلا بریم تو مغازه بگیم میدونی من بیزینس میکنم بیا حالا ببین کار کن با من. نه، کار ما کلا وب بیسه. ما در واقع شرایط رو توضیح میدیم، مخاطب ما اگر دلش خواست میاد از نزدیک کار رو میبینه. ادامهش هم نوشتن آخه من دوستان چندانی ندارم و میدونم که سخت آدم ها جذب این شغل ها میشن. واقعیتش من در 20 سال اخیر زندگیم بیزینس های مختلفی رو شروع کردم و سخت زحمت کشیدم اما به شکست منجر شده. با سپاس. دوست عزیز، اول مرسی واقعا به خاطر اینکه اینقدر قشنگ و شسته و رفته سوالاتتو مطرح کردی و من کاملا درکت میکنم. ببینین ما هممون کارهایی رو توی زندگیمون انجام دادیم، مسیرهایی رو رفتیم و چیزهایی رو امتحان کردیم که الزاما منجر به موفقیت‌های آنچنانی نشده، اما ازشون خیلی یاد گرفتیم. درسته که بیزینس‌های زیادی تو دنیا وجود دارن که آدم‌ها رو ثروتمند نکردن. حتی همین فرانچایز مکدونالد هم که اینقدر گرونه و آدم‌ها استقبال میکنن از خریدنش و به هر کسی هم نمیفروشدش، اینها سال بعد، 2 سال بعد، 5 سال بعد ممکنه اونرش، اینوسترش خسته بشه و واگذارش کنه و هیچ چیزی در دنیا قطعی، حتمی و مادام العمر نیست. اما من میتونم به عنوان کسی که تجربه مشابه شما داشته، 7 تا 8 بیزینس امتحان کرده و به قول معروف موفق نشده توشون، یا اون چیزی که میخواسته نبوده، در واقع اونا آدمای زیادی تو اون بیزینس‌ها دارن کار میکنن، خوشحالم هستن، راضی هم هستن. من دنبال چیز دیگه‌ای بودم، چیزی که پلن بازنشستگی داشته باشه، چیزی که ارزش ساختن، زحمت کشیدن داشته باشه. و اینجا شد که در نهایت به اینجا رسیدیم که اومدم توی این بیزینس و به شما پیشنهاد میکنم بیاید از نزدیک ببینید. پرداخت این $149 شما رو مجبور به ادامه این بیزینس نمیکنه. پرداخت این مبلغ شما رو برای شما تعهدی ایجاد نمیکنه. اگر شما دوست نداشتید پولتون رو پس بگیرید، ضرر نکردین، چیزی از دست ندادین. مثل اینکه رفتین تو رستوران یه غذای خوردین که آقا من دوست ندارم، پولش هم نمیدم. میتونم ندم، آفر شماست. و این ریترن پالیسی 30 روزه رو ما برای این گذاشتیم که به حق انتخاب شما احترام گذاشته باشیم. مرسی که همراه من بودین. همراهی شما باعث افتخار من هست و امیدوارم که بتونیم با هم بیزنس عالی بسازیم. میبینمت.